مقدار مقاومت چی هستش. حالا اصلا تعریف مقاومت رو ندادیم ما. مقاومت یک قطعه الکترونیکی هستش که جریان الکتریکی رو محدود میکنه. میبینید؟ سلام خدمت دوستان عزیز به کانال مهتا الکترونیک خوش اومدید. ما در این کانال قصد داریم به شما آموزش‌های رایگان درباره الکترونیک رو بدیم. سعی ما در این کانال این هستش که شما با انواع قطعات الکترونیکی، حالا برای تعمیرات، ساخت پروژه و جاهایی که بردهای الکترونیکی هستن یا اصلا برق اونجا درش جریان داره، شما باش آشنا بشید. الان بچه‌هایی که حالا ما داخل گروه‌هایی هستیم که مثلا بچه‌های دیگه تقریبا میشد 10-90 گفت، یعنی متولد 88 89 یا به تبع 90 هستن و دوست دارن الکترونیک رو اما نمیدونن از کجا شروع کنن. حالا 1-2 نفر هم نیستن، حالا ما تو گروه‌های دیگه‌ای هم داریم که حالا اسم نمیبرم، تو گروه‌های دیگه‌ای هم هستن که خیلی دوست دارن الکترونیک رو کار کنن. ما هم تصمیم گرفتیم که الکترونیک رو به صورت رایگان براتون بذاریم. انشالله گروه‌های پرسش و پاسخ در تلگرام خواهیم داشت. هرچی بریم جلوتر مدارات رو بیشتر توضیح میدیم بهتون، شرح عمل کرد. مبحث اولیه‌مون مبحث آموزشه. قطعات هستش که آقا ما چند مدل قطعه داریم، اصلا قطعات الکترونیکی کدوم ها هستن، شماتیکشون چجور هستش و شما اصلا چجوری اون باید تشخیص بدید که آقا اون قطعه سالم هست. و من سعیم بر این هستش که چون الان داریم هرچی میریم جلوتر بچه‌ها یکم آماده میخوان، یعنی مثلا با مولتیمتر به جای اینکه آقا بیان 6 دفعه ترانزیستور رو پایه‌هاشو تست کنن ببینن آقا این پایه ترانزیستور سالمه، آقا یه تستر قطعات میخوان که بیان ببینن آقا با یک ثانیه که به این پایه ها بزنید آقا نشون میده آقا ترانزیستور سالمه، پایه هاش کدومه، پایه امیتر کلکتورش چقدر مقاومتش هستش و یه سری مشخصات دیگه. من هم کلن سعیم برای هستش که به صورت خیلی ساده و روون توضیح بدم. حالا شاید مثلا همین تستر رو یکم بترسید، بگید اصلا من نمیتونم درستش کنم، بابا این خیلی سخته، ولی نه، انشالله هرچی بریم جلوتر اصلا قطعات رو که فقط یاد بگیرید شما میتونید مدار ببندید، هیچ نیازی نیست دیگه چیزی بخونید، هم قطعات رو بخونید. آقا بدونی آقا خازن مثلا یه جا گفته 1500 میکروفاراد، شما 2200 بندازید مشکلی نداره، یا مثلا سر 100 میکروفاراد یا 200 میکروفاراد هیچ تفاوتی، هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. و بریم به مبحثمون برسیم. مبحث اولیمون پس چی شد؟ قطعات الکترونیکی هستش که اصلا قطعات الکترونیکی چی هست؟ خب قطعات الکترونیکی به لوازمی گفته میشه که باعث میشه اون دستگاه کار بکنه. مثال خازن، مقاومت، دیود، ترانزیستور، پل دیود، واریستور، NTC، چوک EMI، فیوز، IC ها و دیودهای شاتکی، سلف، پتانسیومتر، اپتوکوپلر، ترانس و قطعات دیگه. خب ما اولین قطعه‌ای که شروع می‌کنیم به نام خدا مقاومت ها هستن.
ما دو نوع قطعه داریم، یکی قطعه SMD، یکی قطعه دیپ. حالا خیلی راحت بگم، یکی قطعه درشت، یکی قطعه ریز. حالا قطعه ریزمون که بهش میگن SMD، به اینها میگن، ببینید به این صورت، به اینها میگن قطعات SMD. به این قطعات میگن قطعات SMD که بیشتر زیر برد هستن. یعنی اگر قطعه دیپ و SMD شما داخل یک برد داشته باشید، قطعات دیپ اکثرا زیر برد هستن. و یک قطعات دیپ داریم که به این قطعات بزرگ میگن قطعات دیپ. خب ما از قطعات SMD شروع میکنیم، چون قطعات دیپ شروع میکنیم، چون قطعات SMD بیشتر تو بوردهای موبایل و اینا مصرف میشه و شما حالا در اول کار شما نیاز دارید فقط بوردهای قطعات دیپ رو شروع کنید، یعنی مقاومت‌های دیپ و قطعات دیپ رو کلاً آغاز کنید. خب آقا ما مقاومت از نظر کار کرد دو نوع داریم، یکی متغیر، یکی ثابت. متغیرها به انواعش میگن پتانسیومتر، مولتیتر. اینا حالا شکلاشون هم براتون میارم، نمونه هایی میارم براتون. پتانسیومتر، ولوم، مولتیتر و مدل های دیگه که این سه تا خیلی مهم هستن. و مقاومت های ثابت کربنی هستش که به این صورت، به این شکل هستن. مقاومت های 1/4 وات به این صورت، دقت کنید، به این صورت هستن. و مقاومت ها هم توان و مقدارهای خاصی دارن که روی اون مقاومت میتونید شما بخونید. حالا توانش رو بعضی وقتا میتونید روی مقاومت بخونید، بعضی وقتا نه. اون رو حالا انشالله دستتون که باز بشه، دستتون یکم را بیفته، میتونید راحت با چشم بفهمید آقا مقاومت، چون مقاومت های 1/8، 1/4، 1/2 و 1 وات، 2 وات، 3 وات روشون هیچ معلوم نیست، ولی 5 وات، 10 وات روش نوشته. مثل این بورد که اگه دقت کنید آقا اینجا نوشته روش مقاومت 5 وات، میبینید اینجا یه 5W نوشته، میشه مقاومت 5 وات. حالا مقاومت های 10 وات هم مثل همین روش نوشته. و حالا ما بریم انشالله این قطعات رو بیاریم و شکل و ظاهرش رو ببینید چجوری هستش، باهاش همه آشنا شید. خب ما قطعات رو آوردیم و این نکته رو بهتون بگم، ما 2 مدل مقاومت رو نگفتم، مقاومت متغیر، مقاومت های وابسته، 3 مدل مقاومت های وابسته به نور، حرارت و ولتاژ که شکلشون رو بهتون میگم. مقاومت های وابسته به گرما بهش میگن NTC و وقتی مقاومت هرچی بهش گرما میدید مقاومتش کمتر میشه. هرچی بهش، اینو رو حفظ کنید، مقاومت NTC مقاومت گرماییه که اگه بهش حرارت بدید مقاومتش کمتر میشه. یعنی اگه این مقاومتش 10 کیلو هستش، 10 کیلو اوم هستش، وقتی حرارت که بهش میدید مقاومتش کمتر میشه، یعنی به سمت پایین افت میکنه. مقاومت های بعدی وریستور هستن که اینجوری آبی رنگ هستن، اینا حالا خازنه، ولی اینها بیشتر اول ولتاژ هستن، اول مدار تغذیه هستن که بزرگ هستن و حالا روش خوندنشون هم بهتون توضیح میدم. مقاومت سوم مقاومت LDR هست، مقاومت LDR که بهش میگن مقاومت وابسته به نور، یعنی زمانی که شما نور بهش میتابید مقاومتش کم میشه. و این زمانی که حالا مقاومت وابسته به ولتاژ هم زمانی که ولتاژ میره بالاتر، این اتصال کوتاه میشه،
این کامل اتصال کوتاه میشه و مدار باعث میشه که فیوز بپره. خب مقاومت‌های متغیری که گفتیم سه نوع اصلیش، سه نوع که خیلی باهاش میتونید کار کنید، ولوم هستش که اینجا اینو همه جا دیدید توی ضبط‌ها، توی منابع تغذیه که اینجا هستش دوتا ولوم و مقدارهاشون رو اگه بهتون بگم چجوری بخونید، ببینید این بالای، اگر این بالای ولوم رو ببینید، اگر این بالای ولوم رو ببینید میبینید نوشته 10 کیلو، میبینید این بهش میگن مقدار مقاومت. یکی مقاومت پتانسیومتر هستش که به این صورت هست. حالا اینو مقاومت متغیر هست پتانسیومتر. حالا اینو این روش خوندنش هم میگم چون این یکم اعدادی روش داره، اون حالا راحت میبینید. و یکی مولتیتر که شکل شبیه همین هست. و مقاومت های ثابتمون گفتیم ما انواع مقاومت داریم. ببینید این مدل 1/4 هستش، این مدل مقاومت 1/4 واتی هست و مقاومت 1/8 واتی اگر بگم خیلی ریزتر از این مقاومت 1/4 مون هست. به این صورت این مقاومت 1/8 واتی مون هست. حالا یکم خیلی ریزتره نسبت به مقاومت 1/4 واتی. ببینید این مقاومت 1/4 وات هستش، این مقاومت 1/8. مقاومت 1/2 واتمون، مقاومت 1/2 واتمون دقیقاً شبیه مقاومت 1/4 هستش ولی یکم پایه‌هاش کلفتره. یعنی اگر کنار همدیگه بذارید، حالا انشالله خرید کنید از سایت‌های الکترونیکی و ببینید که یکم کلفتر هستن پایه هاشون. این مقاومت 2 وات هستش. من حالا مقاومت 1 وات راستیتش پیدا نکردم. این مقاومت 2 وات هست و ابعادش میبینید. این مقاومت 3 وات هست. گفتم اگر بخرید خودتون داخل سایت ها یا از فروشگاه توی شهرتون اگر بخرید هستش دیگه. ما حالا خودمون هم سایت داریم، قطعات الکترونیکی میفروشیم و اگر خواستید نیاز شد ما در خدمتیم. قطعاتی هم که حالا میدیم بیشتر قطعات با کیفیت هستن، یعنی سعی میکنیم که قطعات که با کیفیت بدیم دست مشتری و یک شرمنده دوستان و همکاران نشیم. و حالا این مقاومت بهش میگن 5 وات یا مقاومت آجوری. ببینید این مقاومت 3 وات هست، این مقاومت آجوری هستش. این مقاومت 3 وات، این مقاومت 5 وات هستش که روش نوشته 5 وات. حالا من میبینید 5 دبلیو نوشته اینجا دیگه، میبینید اینجا 5 دبلیو نوشته. 10 واتش هم همینه دیگه، فقط ابعادش یکم بزرگتر شده، تقریبا 2 برابر اینه و یکم ابعادش بزرگتر شده و به جای اون 5 نوشته 10 دبلیو یعنی 10 وات. خب حالا بریم چی جوری آقا محاسبه میشه اصلا این مقدار مقاومت، چی جوری ما بخونیمش و اصلا چی جوری کار کنیم باهاش، این روش کارش چی جوری هستش. انشالله تو برگه به صورت تئوری بهتون یاد میدم، روش محاسبهش هم خیلی ایزی بهتون یاد میدم و خیلی آسون یاد میگیرید. یعنی اگر یه بار فیلم رو با دقت ببینید، یک بار با دقت فیلم رو ببینید، راحت میتونید به صورت چشمی مثلا این مقاومت رو بهتون نشون میده آقا میره 1 0 1 میشه 100 اوم، تمام. اصلا 1 ثانیه من خودم به صورت چشمی اصلا 1/100 ثانیه من مقدار مقاومت حتی پتانسیومتر مولتی ترن اصلا فرقی نداره، 1 لحظه بهم نشون بدید من خودم بهتون میگم چه مقدار مقاومتیه. حالا مقاومت 1% یکم سخت‌تره چون 5 رنگ یا 4 رنگ هستن، یکم سخت‌تره ولی کار کنید میتونید راحت جوابش بدید. این مقاومت ها 5%. حالا اگر چون رنگشون این مقاومت های
درصد بالا درصد پایین مثلا 1% آبی رنگ هستن. حالا میبینید داخل مدارها مثلا این مدار مثلا این مقاومت آبی رنگه، میبینید این مقاومت های آبی رنگ میبینید اینا 1%، بقیه که این کرمی رنگه اینا همه 5% خطا. و انشاءالله بریم برای مقدار محاسبه مقاومت ها که چجوری اصلا مقاومت رو بخونیم، روش خوندنش، یه چند تا تمرین بریم و دستتون یکم باز بشه تو این قضیه. بریم برای خوندنش. ببینید اگه دقت کنید می‌بینید روی این مقاومت یه رنگ‌هایی وجود داره، می‌بینید رنگ‌هایی وجود داره که با این میشه فهمید آقا ما چند مقدار مقاومت چی هستش. حالا اصلا تعریف مقاومت رو ندادیم ما. مقاومت یک قطعه الکترونیکی هستش که جریان الکتریکی رو محدود میکنه. میبینید جریان الکتریکی رو محدود میکنه. یه مقاومت چیه؟ قطعه هستش که جریان الکتریکی رو محدود میکنه. تمام. خب حالا برای رنگ هاشون ببینید اومدن شروع کردن از رنگ های تیره به رنگ های روشن. یعنی پس میشه 0. ببین ما 0 تا چند داریم؟ 0 تا 9 داریم. خب که میشه 10 تا رنگ میشه. پس 0 میشه مشکی. ببینید اینجا 0 میشه مشکی، 1 میشه قهوه‌ای، 2 میشه قرمز، 3 میشه نارنجی، 4 میشه زرد، 5 میشه سبز، 6 میشه آبی، 7 میشه بنفش، 8 میشه خاکستری، 9 میشه سفید. حالا زیاد سخت نکنم، یه رنگ هایی هم تهش هستش که میگن رنگ های تلورانس و رنگ طلایی هست و نقره‌ای که طلایی 5% هستش و نقره‌ای 10%. حالا 10% اون خطا رو میگه. حالا بریم خیلی راحت بهتون بگم اصلا چی هست. ببینید این رنگ طلاییش رو زمانی که میبینید مقاومت رو میگیرید جلوتون، این رنگ طلایی میشه پس رنگ آخری. پس یعنی میشه از این ور قهوه‌ای، مشکی، قهوه‌ای. آقا قهوه‌ای چنده؟ 1. مشکی چنده؟ 0. آقا رنگ آخر میشه تعداد صفرها، پس میشه رنگ قهوه‌ای میشه 1 دیگه. پس ما باید یه دونه 0 بذاریم، میشه 100. 100ی که به دست آوردیم میشه واحدش بر حسب اوم هستش، میشه 100 اوم. میریم بعدی. آقا این رنگش چه رنگیه؟ رنگش قهوه‌ایه، میشه 1. قهوه‌ای میشه 1. مشکی چنده؟ 0. اینجا به جای قهوه‌ای قبلی قرمز داریم. قرمز چند تا 0 داریم؟ 2 تا 0. میشه 1 2 میشه 1000 اوم که وقتی میگیم 1000 اوم میشه 1 کیلو اوم. 1 کیلو اوم. تا اینجا فهمیدید؟ حالا یا مثلا یه چیز دیگه ای. آقا مثلا بیایم مقاومت این رو حساب کنیم که میبینید حالا قرمز، بنفش، مشکی هستش. حالا خودتون حساب کنید. قرمز میشه 2، بنفش میشه چند؟ 7. مشکی چند بود؟ 0. بعد وقتی این 0 رو دیدیم اصلا هیچی نمیذاریم، میشه 27 اوم. 27 اوم چند وات؟ گفتیم 2 وات. 2 وات. تمام. یا مثلا آقا بریم روی بردهای اینجا کار کنیم. مثلا اینجا آقا یه مقاومت داریم اینجا، مثلا اینجا یه مقاومتی داریم، میبینید قهوه‌ای، مشکی، نارنجی. خب قهوه‌ای چند بود گفتیم؟ 1.
مشکی 0. نارنجی چند تا؟ 3. پس میشه 3 تا 0. یه 3 رقم جدا میکنیم میشه 10 کیلو اوم. تمام. ببینید دستتون راحت باز میشه. حالا بریم تو مقاومت‌های سری مگا که میشه میلیون اوم. یعنی مثلا میشه قهوه‌ای، ببین نگاه کن، قهوه‌ای، مشکی، حالا ببخشید دست خطم یکم بده، و سبز. قهوه‌ای چند بود؟ 1 بود دیگه. مشکی چند بود؟ 0 بود. سبز چند تاه؟ 5. 1 2 3 4 5. 3 رقم جدا میکنیم میشه 1 میلیون اوم. پس میشه 1 مگا اوم. 1 مگا اوم. 10 مگا داریم، 6 مگا داریم، 5 مگا داریم. حالا بیشتر از 1 مگا زیاد استفاده نمیشه. و مثلا 4.7 کیلو، مثلا 4.7 کیلو آقا میخوایم حساب کنیم، میشه 4.7 کیلو. خودتون حساب کنید ببینید چه رنگی میشه. یه چند لحظه صبر میکنیم، اندازه 5 ثانیه. حالا تو شما میتونید ویدیو رو نگه دارید. خب 4 چند میشه؟ زرد. 4 میشه 4 میشه زرد دیگه. 7 چند بود؟ 4.7 کیلو دیگه. 4 ممیز 7 یعنی میشه باید 4700 اوم درش بیاریم. 7 میشه بنفش. حالا این 47 دیگه، 47 میخوایم 4700 به دستش بیاریم، باید 2 تا 0 بذاریم، میشه قرمز. تمام. 4700 اوم یا 4 ممیز 7 کیلو اوم که اینجا حالا تو این مقاومت 3 وات میبینید دیگه، زرد، بنفش، قرمز. ببینید این رنگ آخری اینجا اصلا حالا حساب میشه، ولی مثلا تو اون بحث ریاضی که نمیخوام زیاد خودتون رو سختی بندازم، همون بدونید آقا مقاومت 4.7 و زمانی که با مولتی متر اندازه میگیرید آقا مقاومت شاید مثلا در آوردی آقا 100 اوم، مثلا اینو آقا اندازه میگیرید با مولتی متر رو میبینید 100 اوم نیستش، اصلا این 90 اومه. آقا اون درصد تولرانس هستش که 5% درصد خطا داره، مثلا 95 اوم، یا مثلا اصلا بیشتر نشون میده، مثلا 100 اوم 110 اوم نشون. اون زیاد سخت نگیرید. ولی تو بعضی جاها میبینید آقا اندازه میگیره آقا 100 اوم زده 10 اوم، خب اون مقاومت مشکل داره. مثلا مقاومت 10 اومی رو میخوایم حساب کنیم، مثلا مقاومت 10 اومی میخوایم حساب کنیم، 10 اوم قهوه‌ای، مشکی، 10 دیگه 0 مشکی، یعنی میشه مشکی قهوه‌ای 1 0 و اینم 0 دیگه، این هیچی اصلا نمیذاره. وقتی مشکی رنگ آخره هیچ عددی هیچ صفری نمیذاری و تمام. 10 اوم. تمام. امیدوارم یاد گرفته باشید. حالا اگه مشکلی داشتید ما توضیح میدیم بهتون داخل گروهی که حالا انشالله میزنیم و بعد از آپلود ویدیو انشالله گروه رو میزنیم. و اینجا حالا مقاومت اینجا اومده تو مقاومت آجری دیگه نیاز به محاسبه ندارید، اصلا مقاومت های آجری دیگه نیاز به محاسبه ندارید. روش نوشته اصلا آقا 5 وات که هیچی، اصلا 27 کیلو 27 کی. ببین آقا اون جی حالا اون ژول هستش و 27 کیلو اون نوشته دیگه، 27 مقدارش 27 کیلو هستش. یا مثلا آقا این مولتیتر اصلا روش نوشته دیگه، ببخشید ولوم اصلا روش نوشته 10 کیلو. میبینید حالا 10 کیلو روش نوشته بالاش به صورت حالا اینجا. و میریم روی خوندن مولتیترم و پتانسیومتر. آقا روی پتانسیومترها و مولتی ترها عدد رو به صورت همون مقدار همون این رنگا عددا گذاشتن. آقا مثلا نوشته آقا اینجا روش نوشته 503، اگه دقت کنی نوشته روش 503، حالا پاک شده اون 3 شی بالاش. خب 503 چیه؟ آقا 5 0 به جای اون 3 تا 0 بذار، 1 2 3 میشه چی؟ 50 کیلو اوم، 50,000 اوم دیگه، پس میشه 50 کیلو اوم. مولتیتر هم همین جوریه آقا، روش الان اینجا نوشته 502. ببینید روش اینجا نوشته 502. حالا اگه ببینید، بله ببینید حالا نور میفته توش 502. ببینید
W 502. حالا اون عدداشو ولش کنید، رو برو W نوشته 502. 502 چنده؟ 5 0 2 اون آخری 2 تا 0 میشه 5 کیلو اوم، 5000 اوم. تمام. ببینید راحت میتونید مقدارهای مقاومت رو یاد بگیرید. روی NTC آقا نوشته 10000، 103 اصلا نوشته. ببینید حالا اینجا 103 نوشته. این هم مثل همون پتانسیومتره، 1 0 3 تا 0 میشه 10000 اوم یا 10 کیلو اوم. و وریستورها رو توی چون حالا باید قطعه رو برد جدا کنم، ببینید هر حروفش یک معنی رو میده. آقا نوشته مثلا 202، مثلا آقا 202 نوشته، مثلا اون 2 یه عددی داره، 0 یه عددی داره، اون 2 یه معنی داره، همه اینها یه معنی دارن. LDR هم باید یک مولتی متر بیارید، بزنید دو سر پایش، مقدارش رو میگیرید. زمانی که نور میدید مقاومتش کمتر میشه، وقتی نور رو برمیدارید مقاومتش میره بالا، وقتی نور رو بهش میتابونید دوباره مقاومت میاد پایین.